با سلام و عرض خسته نباشید و احترام به همه دوستان و عزیزانی که دارن ترید میکنن یا یاد گرفتن یا دارن یاد میگیرن در گروه کوچینگ ما که باعث افتخار هست. خب میخوام بهتون یک روشی بگم که 3 تا تایم فریم داره و روی یک ارز تخصصی میتونید روی این کار کنید. حالا اگر تونستید با ترفندهای خودتون، مدیریت‌های خودتون روی چند تا ارز هم میتونید کار کنید، ولی این اختصاصی برای یک ارز خیلی خوب جواب میده. روش کار ما به این صورت هست که 3 تا تایم فریم داریم. اولی دیلی، دومی 30 دقیقه و سومی 5 دقیقه که الان کاربردش رو خدمتتون عرض میکنم. دوستان در تایم فریم دیلی باکس های ماهانه به صورت هایلا کلوز و همینطور هفتگی باید باشن. تعدادش رو خودتون زیاد کنید که بریم گذشترم ببینیم. ببینید روش کار به این صورت هست که ما با کلوز ماهانه کار داریم. هر وقت قیمت زیر کلوز ماهانه بود تمایلش رو به نزوله. هر وقت بالای کلوز ماهانه بود تمایلش رو به صعوده. پس این فاکتور رو در نظر داشته باشید که تعیین کننده جهت ما به صورت تقریبی کلوز ماهانه ما هست و این باعث میشه که پوزیشن های خیلی پرسودی بگیریم، خیلی اعتماد داشته باشیم به اون کار خودمون و وین ریتمون بره بالا اصطلاحاً. خب روش کار چطوریه؟ روش کار به این صورته که ببینید اول در تایم فریم دیلی جهتمون رو میبینیم و میبینیم که زیر کلوز ماهانه است. تصمیم چیه اینجا؟ زیر کلوز ماهانه به سل ترجیح هم فکر میکنیم. خب پس بای های اون ارز رو، اون نمادی که داریم، اون چارت رو نگاه میکنیم بی خیال میشیم، یعنی نمیایم بای بگیریم، حالا مگر اینکه یه چیز خیلی استثنایی بود. و در تایم فریم 30 دقیقه تایم فریم ورود ما هست. کندل بغل رو میبینیم در اینجا. میتونیم ریسک به ریواردمون رو اینجا تعیین کنیم که الان یا اینکه تحلیل کنیم قیمت داره چی کار میکنه، میتونیم وارد شیم یا نه، که الان وقت ورود نیست و اینجا کلی سطوح قوی جلوشو گرفتن. اما دیگری تایم فریم 5 دقیقه که برای سیگنال خروج استفاده میشه. دوستان ببینید سیگنال خروج ما به این شکل است که به طور مثال در اینجا یک کندل 30 دقیقه یا یک باکس 30 دقیقه بوده و یک باکس 30 دقیقه کندل 30 دقیقه دیگه اومده داخل این تقریبا بسته شده و به ما هشدار داده که این روند کوچیکی که بود داره برمیگرده، یا مثلا این. خب پس این برای ما سیگنال خروج هست و هر شکلی هم باشه اشکالی نداره، ولی داخل این کندل قبلی خودش بسته بشه. این فاکتور مهم ما هست و ما فقط به این توجه میکنیم. خب بریم سراغ تعداد باکس ها در تایم فریم 30 دقیقه و ببینیم چه جوری هست و چیکار باید بکنیم. همون مثل ترید عادیمون هست، یعنی باکس های 4 ساعته رو داریم به هر میزانی که دلمون میخواد، فقط یک روز رو بتونیم کامل ببینیم، و باکس های دیلی و همینطور خطوط مهم ماهانه و هفتگی که به صورت خطی با یه اندیکاتور MBA دیگه انداختیم رو چارت. و این از این. در تایم فریم 5 دقیقه چه چیزهایی باید روشن باشه؟ کندل های نیم ساعته، باکس های نیم ساعته، 4 ساعته و دیلی. این خط هم که همه جا باشه ترجیحاً. این خطوط ماهانه هفتگی با ماه قبل خیلی کار داریم یا هفته قبل، اینا برای ما فاکتورهای مهمی هستن. پس ورود ما شد در تایم 30 دقیقه و خروج ما شد در تایم فریم 5 دقیقه با قرارگیری باکس داخل هم. چرا حالا 5 دقیقه؟ با 30 دقیقه هم میتونیم این کارو بکنیم، ولی خب با 5 دقیقه میتونید رنج شدگی رو خیلی بیشتر ببینید، واضح تر ببینید، یا هر کاری که میخواید بکنید براش دلایل و اسناد محکم تری داشته باشید. بریم یه بار بررسی کنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. دوستان این از 6 ماه قبل شروع میکنم. کلوز، ریزش، کلوز، ریزش، اومده پایین کلوز بوده، ببینید ریزش شده و چقدر سیگنال های خرید خیلی کوتاهی داده و سیگنال های فروشش خیلی بلند بودن و همینطور برعکس در اینجا
همینطور در اینجا که اینجا خورده به یه سطح خیلی دورتری و ریخته و همین الانش هم در ماه قبل همین قصه رو داشتیم که این اومده ماه قبلش رو مثلا هاند کرده. این هایلو ماهانه ها خیلی مهمن، هایلو هفتگی هم مهمه، ولی خب اینا هم سطوح خیلی محکمی نیستن، میتونن بشکنن، مهم نیست. و با شکستنش هم ما یک سری استنباط های جدیدی میگیریم. خب روش کار رو یاد گرفتیم. الان سیگنال ما چی هست؟ اگر کندل بغل به ما سل بده، لوی روزانش رو بشکنه، هر کاری کنه، چی هست سیگنال ما؟ پس به سل فکر میکنیم. ممکنه هم از همینجا مستقیم برگرده بره بالا، خب اشکالی نداره، ما استاپ لاس میخوریم و آماده یه سل دیگه میشیم تا زمانی که زیر کلوس هست. پس به بای فعلا فکر نکنیم. خب امیدوارم این نکاتی که بهتون گفتیم مورد پسندتون واقع بشه و در بازار کلی از این ترفند استفاده کنید و سودهای خیلی خوبی کسب کنید. ما هم خوشحال میشیم از دیدن سود سازی شما و در کل بهتون میگم خوب جای اومدید و این بمب افکن یا MBA رقیب نداره و در ساده سازی ته توانش رو گذاشته آقا میلاد و واقعا یه روش سودسازه، شک نکنید بهش. اگر مشکل عدم تمرکز دارید باید این مشکل رو حتما حل کنید، چون که روی ترید شما بسیار تاثیر مستقیمی داره. پس اشکال از هیچ روشی نیست، همه روش ها سودسازن، MBA از همشون سودسازتر. در کل این که بشینید تمرین کنید، بشینید اینها رو با خودتون مرور کنید و پلن بنویسید برای خودتون که یادتون نره اینا رو باید چی کار کنید. ممنونم بابت وقتی که پایین ویدیو گذاشتید. همه شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدار.